میخوای بدونی یه دیگه برنج خراب چطوری زندگی یک شهر رو نجات داد؟ میخوام یه چیز جالب براتون تعریف کنم. شعله زرد کرمان، اون دسر زرد و خوشمزه‌ای که همه میشناسیم. فقط یه نظریه ساده نیست. پشتش یه داستان غمگین اما همزمان پر از امید و انگیزه است. بیایید برگردیم چند صد سال قبل. کرمان اون موقع اصلاً وضع خوبی نداشت. حمله های محمد خان قاجار شهر رو تبدیل کرده بود به یه ویرانه. خیلی ها مرده بودن، خیلی ها کور شده بودن. مردم گرسنه و بیمار بودن. راستش انگار کل امید شهر رفته بود. اون موقع یه مرد اومد به اسم ابراهیم خان ظهیرالدوله. وقتی وارد شهر شد خیلی چیزها رو دید که فکرش هم نمی کرد. بعداً تو نامه‌ای به شاه نوشت مردم شهر کور و قحطی زده‌اند، نیازمند کمک ویژه‌ای هستند. می‌بینید فقط یک گزارش سیاسی نبود، واقعاً دلش برای مردم می‌سوخت. بیشتر حاکما تو این شرایط یا شهر رو رها می‌کردن یا فقط به فکر مالیات و پول بودن. اما ابراهیم خان یه چیز دیگه کرد. آستین‌هاشو بالا زد و شروع کرد به کمک واقعی. غذا فرستاد به خونه‌های مردم، قنات‌ها رو دوباره به کار انداخت، زمین‌ها رو آباد کرد. کم کم تجارت و زندگی دوباره به شهر برگشت. اما داستان شعله زرد دقیقاً اینجا شروع میشه. یه روز تو آشپزخونه چند دیگه برنج خراب میشه. برنج شفته و خمیر شده بود. آشپزا وحشت زده منتظر شدن تا ببینن حاکم عصبانی میشه یا نه. ابراهیم خان یه نگاه کرد و گفت شکر، زعفران و کمی گلاب بیارید. و همون برنج خراب تبدیل شد به یه چیز شیرین و خوشبو که کام مردم رو شیرین کرد و قلبشون رو گرم. همون روزا بود که شعله زرد یا همون شعله خانی به وجود اومد و از اون موقع هر روز بین مردم پخش میشد تا کرمان دوباره سر پا بشه. کاسه هاشون هم نقش و نگار داشت و روشون نوشته بودن یا سلام علی ابراهیم، یه سنت زیبا که هم امید میداد هم یادآور مهربونی و بزرگی ابراهیم خان بود. حالا وقتی هر سال بوی شعله زرد توی کوچه های کرمان میپیچه، فقط عطر زعفران و گلاب نیست، عطر تاریخ، عطر مهربونی، عطر امید و دوباره سرپا شدن یک شهره. پس دفعه بعد که یه قاشق شعله زرد خوردید یادت باشه یه دیگه برنج خراب میتونست یه شهر رو ناامید کنه، ولی یه مرد دلش واسه مردم سوخت و تبدیلش کرد به یه چیز شیرین و موندگار. شعله زرد کرمان یه داستان واقعی از اینه که حتی از دل سخت‌ترین شرایط هم میشه امید ساخت و گاهی یه حرکت ساده میتونه زندگی خیلی ها رو تغییر بده. خب رفقا، حالا که داستان شعله زرد کرمان و ابراهیم خان رو شنیدید، میخوام بدونم نظر شما چیه؟ شما تا حالا شده از یه اتفاق کوچیک یه لحظه تلخی چیز شیرین و الهام بخش بسازید؟ توی کامنت ها برام بنویسید، دلم میخواد داستاناتون رو بخونم.